بچه‌ها دارن داروخونه رو بازسازی میکنن یا نوسازی میکنن. جالبه یه چیزایی پیدا کردن مال سال 39 32 31. اولا این ویتامین B1 میدن ایتالیا، ببینید مشخصه میدن ایتالیا. خب آقای داماد آقای چیز توضیح میدن دیگه، شما توضیح بده، خودت هم صحبت کن. سقف داروخونه در اومدن، اینا ویتامین B1 آره تمام اینا B1 بسته بندی. آره. خدایی شاد می‌کنه اصلا آدم لذت میبره خدا سرشاده. تاسبیس این چیه؟ آلمانی سوخت آلمان برای ایران. و حالا چی بودنه خدا میدونه. این کرم فکر کنم اگر اشتباه نکنم. فرانکفورت. بچه مستقیم می اومده همینا. این پروازا این میبینید خیلی جالبه. اینا آه اینا از هر کدوم من اینو یه دونه شو برای من بذارید. آدم لذت میبره. طرح پاداش شرکت فایزر اون بود، عکس شارو داخلش بود چیزه. آره بچه ببینید اینو فرستادن برای آبادان خیابان امیری داروخونه بوعلی. ببینید پماد، یه پماد بوده اینا. این یکی آلرژی سال شرکت مارکوماسین مال دانمارک مال بوده. دانمارک چیز فرستاده، خیلی جالبه. حالا انواع مختلف مارکوماسین، کپسول بوده، فورتیفاید بوده، پالمیتات بوده، قطعه گوش بوده. اینجا میشه با ده‌ها سال سابقه تحقیقاتی علمی. خیلی جالبه. حالا اینجا تو خود پاکت نامه. آره خود پاکت نامه بچه‌ها عکس شاهه. جالبه. وزارت بهداری چی داده؟ وزارت بهداشت اون موقع نه بذارش بخونیمش. رسیده انداخت یا که خیلی نمیام این سفتان سند اجاره ملک. اختاریه کو اون چکاکوش این چکان. آره نه چکا اینجا ببینید، نه اون چکایی که چون چیز داره بالا. بانک بازرگانی. بانک بازرگانی. وای این بانک بازرگانی میدونی کجا بود؟ نه. بانک تجارت کجا بود بریم؟ آره این همون بازرگانی بود. این هم چک. بانک بیمه بازرگانی. سال چند؟ 6 فروردین 1340. 1340 وای 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 وای. استوریا بانک ملی ایران. بانک ملی ایران. جالبه. این بچه ها از اون بالا در آوردن ما رو همه یادش بخیر. بعد خیلی جالبه یه بسته هایی هست، این بسته ها داخلش قرص بچه ها، تبلیغ دارو، قرص نمک هنوز. قرص نمکه. اینجا برید واسش ببین. ما کجان؟ میدن کجان؟ این میدنش خیلی مهمه. شیکاگو آمریکا. از شیکاگو. شیکاگو آمریکا. مرسی. آمریکاییه. ببینید بچه‌ها یه مقدار اگه خواستید خدمت آبادان رو ببینید بچه‌ها، اینا یا فرانکفورت یا آلمانه یا نمیدونم شیکاگوه یا هلنده یا دانمارکه. تمام داروهایی که می اومدن سوئیس، پاریس. نه شرکت نمیدونم یه قوطی قرصه. آقا این بزرگوارم پیداشون کرده. دستتون در نکن، زحمت کشید شما. قربونتون برم. یه قوطی قرصه، قرصاش هم هنوز توشه. آقا این زمانی که فیلم گرفتم 2 تا چکش زد به جان خودم، بقیه‌اش فقط چوب میکن. زنده باشه. این قرص، اینم باز قرص برید. اسماشون روشون نوشته ولی واضح نیست. بخوام دکتر صالحی میگه مدی گفت از هر کدوم یه چیز کوچیکیشو برای من بذاره. دستتون در نکنه. این خود جعبه خالیشو، جعبه نمکه خیلی خوشگله. تبریک بوده، چی بوده، چند تا فرستادن. ایام تبریک سوئیس.
مال سوئیس بوده. حالا یه این دونه میخوایی دونش اصلا بده دست در من. یادگاری کاریدون مسکن تمام دردها هست. حالا ممنونم ازت. دست گلتون در نکنه. ممنونم ازتون. با تشکر از کلیه پرسنل. کلیه بچه‌هایی که دارن اینجا زحمت میکشن که این گنج رو پیدا که واقعا گنجه دیگه. فکر کنم از سال 1330 تا به امروز. شربت‌های تسکین. نه اون چیزه رو یه بار دیگه به من نشون بدید خوبه. اون سرم کوش آجی سرم رو برداشتی؟ دستتون در اون یه بچه سرم چیزه این حالا شیشه ایه. دکتر فیروز جواد دیپلم